سلام پسر دارم. چند کلمه‌ای هم می‌خواستم با تو حرف بزنم. ببخشید بابا جون که تو سن کودکی ولت کردم رفتم. اگه ما نمی‌رفتیم برام از زینب جسارت میشه. یا خدای ناکرده دوباره همون خرابه‌هایشان برای حرم حضرت رقیه اتفاق میفته. علی جان بابا من خیلی دلم میخواد تو این راه روسفید بشم، تو این راه شهید بشم. علی جان بابا من خیلی دلم میخواد تو این راه روسفید بشم، تو این راه شهید بشم. خیلی دلم میخواد یه بار قبل از ظهر امام زمان شهید بشم، یه بار بعد از ظهر امام زمان شهید. به خیال خودم میگم این زرنگی دوبار شهید شدی برای اسلام. انشالله که بتونم به این آرزو برسم، اما بازم راضیم به رضای خدا. اگه به آرزوم رسیدم شهید شدم که الحمدلله، اگه به آرزوم نرسیدم که خب لایق نبودم و شاید سلاح خدا چیز دیگه. علی جان بابا جامعه خیلی داره روز به روز سخت‌تر میشه، گناه داره روز به روز رشد میکنه، پیشرفت میکنه. پاک بودن تو این جامعه خیلی سخت‌تر از زمانه قبله و هرچه به ظهور امام زمان نزدیک میشیم فتنه ها بیشتر میشه، گناه بیشتر میشه، خطا ها بیشتر میشه و شیطان قوی تر میشه. تو باید خیلی مواظب خودت باشی، نه تنها مواظب خودت باشی، مواظب مامانت هم باشی، مواظب اطرافیانت هم باشی. اسمتو گذاشتم علی که مولات بشه علی، پیشوات بشه علی، الگوت بشه علی. همیشه از امیرالمومنین الگو بگیری و یه جور علیوار زندگی کنی که بشی یکی از سربازای امام زمان. پس از همین الان رو خودت کار کن، رو درس خوندنت، رو شغلت، رو انتخاب زندگی، رو راه و روشی که میخوای انتخاب کنی، تو انتخاب رفیقات، تو انتخاب اون آینده‌ای که برای خودت در نظر داری. خلاصه خیلی مواظب خودت باش علی آقا. من همیشه به یادت هستم، همیشه بالا سرت هستم. اگه انشالله شهید شدم همیشه پا به پا تو زندگی دنبالت میام، نمیذارم کمبود سایه پدرتو احساس کنم. اگه هم شهید نشدم که میام پیش خودم باهات هستم تا بزرگ بشم. این چند جمله رو گفتم که اگه یه روزی چش و گوشت تازه باز شد و صدای باباتو خواستی بشنوی، این صوتو داشته باشی. بدون خیلی دوستت دارم، هم تو رو هم مامانت. مواظب خودتون باشید. بعضی وقتا دل کندن از یه سری چیزای خوب باعث میشه یه سری چیزای بهتر به دست بیاری. من از تو مامانت دل کندم تا بتونم نوکری از زینب به دست بیارم. آرزو دارم خدا تو این سفر بهم نگاه کنه. خیلی دوستتون دارم، مواظب خودتون باشید و سعی کن یه جوری زندگی کنی که خدا عاشقت بشه. اگه خدا عاشقت بشه خوب تو رو خریداری میکنه. مواظب خودتون باشید و دعا کنید منم رسیدگی بشه.